سلام دوستان من، چطورید؟ بیایید با هم قوانین آیدل شدن یا همون روش آیدل شدن رو به شما بگم. خب روش اول، رژیم سخت بتونید بگیرید، یعنی کم فست فود بخورید، کم چیزایی که قندشون بالاست بخورید، کم نوشابه یا هر نوشیدنی که قندش بالاست بخورید و میتونید مرغ بخورید، برنج بخورید، سبزیجات بخورید، ولی نباید این چیزایی که من الان گفتم رو بخورید زیاد. عین فست فود، نوشیدنی و کیک، چیزایی که قندشون بالا نباید بخورید. 2. به هیت ها بی محلی کنید، یعنی شما یه عکس بد از خودتون بذارید توی یه فضای مجازی و هر چقدر هیت دادن بی محلی کنید. این یه روشه برای آیدل شدن. 3. حسود نباشید بچه‌ها، حسود نباشید. اگه دیدید یکی طرف مقابل که توی گروه شماست داره پیشرفت میکنه، داره طرفدار زیادی جمع میکنه، همه دوستش دارن، هیچ هیتی نداره، حسود نباشید، چون پیشرفت اون به گروه شما هم کمک میکنه. 4. یک آهنگ را در 3 روز بتونید حفظ کنید، یعنی یه آهنگ رو توی 3 روز بتونید حفظ کنید، یه آهنگ سخت. اینه یکی از آهنگای بلکپینک رو انتخاب کنید و سعی کنید توی 3 روز کامل حفظ کنید. 5. دنس های سخت را در 6 روز به اون مسلط بشید، یعنی توی 6 روز به دنس سخت مسلط شید که بتونید راحتون رو بدون هیچ عیبی اجرا کنید. اینم میتونید باز با یکی از دنس های بلکپینک تمرین کنید یا هر گروه دیگه. 6. کره زود یاد بگیرید، یعنی بتونید زود کره یاد بگیرید. اگه یاد نگرفتید برای سفر به کره برای شما مشکل میشه. 7. صدای خوبی داشته باشید بچه‌ها. مهم اینه که یه آیدل باید صدای خوبی داشته باشه که همه جذبش بشن و چقدر عالیه، چقدر این خوبه اینا. و بچه‌ها این از پارت 1. 20 تا روشه. پارت 2 و 3 4